ببین حتی نمیذاره من صحبت کنم، نمیذاره دیگه. اوکی این کار زشته. اون انرژی که دارن رو بزنن خالی کنن. چرا میخند؟ به من بگو این چرا میخند؟ سلام بچه ها، خوش اومدین به قسمت جدید پریلیونا آدم بده کیه و با حسنینا. سلام، چطورین؟ کجا این چی تنتونه؟ ساکت شد. داستان امروز چیه؟ داستان امروز میگه که داستان آوردم چه داستانی. اول اینو بگم. اوپی ما میگه آدم بده منم که از همسرم بعد از این که روی یه بچه از قصد کافیشو ریخت دفاع کردم. همسرش کافی ریخته روی بچه از قصد و اینم ازش دفاع کرده. قضاوت کنین، قضاوتش کنین. یه حسی به میگه بچه از این بچه رو مخیا بوده. دیگه احتمالاً واسه همین In that case آدم بده. ببین همیشه وقتی که بچه‌ها، به نظر من البته همیشه وقتی که بچه‌ها یه کاری میکنن یه پدر مادرشون آدم بدن. دقیقاً. long story short ببین حتی نمیذاره من صحبت کنم، نمیذاره دیگه. طول میکشه تا تو با شروع فارسی شد. بخوای توضیح بدی. من و زنم هر دو 34 سالمونه و بچه نداریم. برادرم 28 ساله با یه دختر 30 ساله، 1 ساله که دوستن و اون دختر 3 تا بچه داره. آنا یه 12 ساله که بچه‌ای رو مخیه و 2 تا پسر 8 و 6 ساله که بچه‌های خوبی هم هستن. آنا از قصد میره روی مخ مردم و مامانش به هیچ جاش نیست. اصلا کنترلش نمیکنه. ما یه کمپ داریم دم دریاچه، سالی یه بار آخر هفته رو هر روز گریل پارتی بزرگ واسه کل خانواده برگزار میکنیم. کمپ دارن؟ آره زده ما یه کمپ داریم. میشه ما رو به کمپتون دعوت کنی؟ خب الان تو به ما توضیح دادی کمپ چیه؟ خونه چوبی داشته باشی معمولاً، حالا این چیز اصلیشه، مثل کلبه میشه توی مثلا جنگلی، جایی دشتی بهش میگن جنگل. خلاصه گریل پارتی میکنن. امسال داداشم دوست دخترش و بچه‌هاشم با خودش آورد. آنا کل آخر هفته کرم ریخت و رو مخ همه راه رفت. یعنی با اعصاب ببخشید تو دهن منو سرویس کردی، هی میری چپ و راست، یه جا وایسا دیگه. اصلا اینقدر سخت نگی. واسه ادیتینگ خوب نمیشه، میدونی وقتی که زوم بخوام بکنم روش، بعد اصلا این آنا کل آخر هفته کرم ریخت و رو مخ همه راه رفت. یعنی با اعصاب همه بازی کرد. با همه دعوا میکرد، همه رو میزد و مامانش هم فقط نشسته بود و میگفت نمیدونم چرا اینجوری رفتار میکنه. به خاطر تو دیگه. این چی نمیدونم چجوری رفتار ولی میکنه. جلوی بچه‌شو اصلا نمیگرفت. قشنگ معلوم بود که زن من هر چی وقت میگذره اعصابش ضعیف‌تر میشه. مثل تو بوده. درود بر زن تو. یه لونا بوده زنش. ولی دیروز دیگه اوجش بود. دیروز هممون نشسته بودیم و داشتیم گپ میزدیم و کافی میخوردیم و آنا طبق معمول میرفت رو مخ. ما بهش میگفتیم برو با بقیه بچه‌ها بازی کن، ولی اون چسبیده بود به ما، هی تو حرفای ما قاطی میشد. اونجا پر پشه بود و این وسط آنا یه پشه کش پیدا کرد و شروع کرد پشه های روی سر و روی لیوان. چیکار داری میکنی؟ هشتی بود واقعا. این وسط آنا یه پشه کش پیدا کرد و شروع کرد پشه ها روی سر و کله ما کشتن و حتی پشه‌ای که روی لیوانامون بود. چندین بار. چند بارم به بهونه پشه کشتن زد تو سر و کله زن من. با پشه کش. آره. من بودم مثلا خیلی خشونت خیلی زیاد به خرج میدادم. که دیگه یهو زنم رو به مامان آنا گفت یا بچه‌تو جمع کن یا من جمعش میکنم. آفرین. آقا یه دست بزنیم ما. بچه دار نشین یا میشین جمعشون کن. منم چند بار به داداشم گفتم که یه کاری بکن. آنا انقدر زده بود رو لیوان کافی که همه جا قهوه ریخته بود، حتی روی ما. 2 دقیقه بعدش آنا دوباره اومد و محکم زد رو پیشونی زنم و گفت اوپس پشه بود. این دیگه خیلی ولی در رفت. اصلا اگزاجره دیوونه است دختر. زنم کافیشو که واسه 3مین بار رفته بود پر کرده بود، برداشت و ریخ رو کل هیکل آنا. چی؟ امیدوارم داغ نمونده باشه. ولی آنا شروع داغ کرد بوده نمیریخ. اگه داغ بود نمیریخ. آنا شروع کرد به گریه و کلی بازی و مامانشم قاطی کرد. داداشم هم همینطور. اونا میگفتن که زنم عوضیه و اون فقط یه بچه‌ست و این کارش خیلی زشت بوده. آنا چند سالش بود؟
و برم بالا. بالای 10 12. بود. 12 بچه نیست، دهنتون رو ببندید. آخه بچه باشه که با فیلم نمیاد الکی بگه رو پیشونی تو اوپس، چیز بچه بزنه. بود، بچه 12 ساله. نه برو زده. she knows much better. زنم با کمال آرامش لیوان گذاشت رو میز و شروع کرد عادی رفتار کردن، در حالی که اون 3 تا داشتن خودشون رو جر میدادن. مامان آنا به زنم گفت واقعا حرفی نداری بزنی؟ نمیخوای معذرت خواهی کنی؟ زنم برگشت گفت داری میری بیرون، درم پشت سرت ببند. yes چقدر دلمو خنک کرد. I love it. بعضیا میگن باید عذرخواهی کنیم و آدم بد ماییم، ولی به نظرم حق با ما بود. نه، به نظرتون آدم بده؟ خیلی زن هم منه؟ شیک بهشون گفتن که میشه بچه‌تون رو جمع کنین، میشه بچه‌تون رو جمع کنین. بعد گفته یا جمع کنین یا من جمع میکنم. نکردین؟ بعدم با پشه‌کش زده تو پیشونیش. داره میزنه میدونی مردمو. آره این دیگه واقعا شورش در اومده. حالا شاید من اوکی کافی ریختن روی یه نفر به هر دلیلی خوب نیست یه حرکت فیزیکی کنی، ولی بعضی وقتا ریاکشنت دیگه انقدر اعصابت رد خورد می‌دی. میشه، دست خودت نیست اون کاری که میکنی. من اگه قهوه داغ نبوده باشه مشکل ندارم با این قضیه. بعد واقعاً. میدونم قهوه داغ بوده باشه. شاید بچه اینجوری مامانش که تربیتش نکرد 12 سالشه، زیاد فرصت نداره دیگه عوض شه این بچه. حداقل از بیرون یه سری 100% از بیرون یه سری ریاکشن ها خواهد دید که خوشش هم نخواهد اومد، نه مامانش نه خودش. ولی وقتی بچه رو کنترل نمی کنی و تربیت نمی کنی، من مثلا به جاشون باشم گهد رابطه میکنم، یعنی مثلا دیگه هیچ وقت دعوتشون نمیکنم. یا ولی من نگران اون بچه هم، میدونی چی میگم؟ آره بچه گناهی نکرده در نهایت. خب ببین اینجا چند تا موضوع هست که واقعا خیلی مهمه به نظر من. اولا بچه نیست و ما همیشه میگیم این بچه هست اینطوری نکنن اونم چی کلا بچه‌ها کلا جدیداً فهمیدن که بچه‌ها حتی بهتر از ما بزرگسالان بهتر تازه میفهمن، یا حالا به اندازه بزرگسالان واقعا میفهمن ولی شاید نتونن خوب بیان کنن اون احساساتشون رو. این یکی، این کنسپت اولی. دومی اینی که اون اون ریاکشن بوده، حالا اونو ریخته، مطمئنا داغ نبوده، من مطمئنم. چرا؟ چون که اگر اینطوری بوده خب یه ریاکشن دیگه ای میدیده از دیگران، میدونی، احتمالاً آیس کافی بوده، حالا کافی هم نبوده، ممکنه. ولی با این حال یکم بده، ولی با این حال هم خوبه. یه جایی از بدن من میگه آره خوب بوده، حالش حال کردم، آره دلم خنک شده. چرا؟ چون که واقعا این بوده. ولی اون بچه حالا میگه گناه نداره، ممکنه ADHD داشته باشه. حالا این یک نظری که همینطوری میندازم توی قوم. پیش‌فعاله، آره ممکن پیش‌فعال باشه. ولی ببین به عنوان یه پدر مادر اگه بچت ADHD داشته باشه خب کارت سخت‌تره، ولی خب با این حال بازم باید کنترلش نه کنی. وقتی مامانه رو کلا ریاکشن نشون نمیده مشکل جای دیگه ای. کلا ایگنور میکنه بچه‌شو. مشکل در واقع آدم بده مامان است. پس میگی آدم بده وجود داره تو این داستان 100%. و آدم بده مامان، حالا بابا و مامان دیگه مسلما. نه دیگه بابا نداره دیگه. آهان راست میگی. بچهای خانم است که دوست دختر برادر اوپیه. همونطور که گفتم کلا پدر مادر مسئول رفتارهای بچه‌ها هستن. حتی الان من که الان ما که حتی بزرگسال هستیم شکل گرفته بچگیمونه به هر حال. دقیقاً. واسه همین اگر بخوایم آدم بده بگیم مامان مادر است، ولی با این حال به نظر من اگر بتونه مادر یک کاری بکنه واسه بچه هم خوبه. یعنی من هم طرفدار بچه هستم هم طرفدار دوست دختره هستم. ببین میدونی مسئله چیه؟ مسئله قدم اول تربیت کردن پذیرفتنه، آگاه بودنه نسبت به مشکل تربیتی بچت. وقتی تو کلا ایگنور میکنی که بچت داره چجوری رفتار میکنه، یعنی حتی نپذیرفتی که بچت مشکل رفتاری داره. در کل که بچه ها این شکلی رو مخم. برای من اتفاق افتاده که توی یه جمعی بچه یه نفر خیلی رو مخم بوده و به خودم هیچ وقت اجازه رو ندادم که چیزی بگم که مثلا میدونی، چون وقتی به یه نفر میگی بچه رو جمع کن یعنی داری اشتباه زدی تا الان با بچت، با تربیت، همه چی. جمعش کن حالا الان. باید. ولی خیلی رو مخه، یعنی خیلی سخته. واقعا شرط رو سختیه. مخه. شرط سختیه، ولی وایس تو اگه تو تصمیم میگیری بچه تو درست تربیت نکنی و با بد تربیتش کنار میای، بقیه It's کنار okay. نمیان دیگه. من مجبور نیستم با بچه بی تربیت تو کنار بیام. نه مسئله مشکل من همینه. نیست واقعا. و وقتی داره به آرامش من دیگه توهین میشه، بی احترامی میشه، به نظرم حقشه که آدم یه ریاکشن نشون میده. حالا کافی روی بچه ریختن و I'm not a fan، حتی اگه داغ نبوده یا هر چی، ولی منم بودم یه ریاکشنی واقعا نشون میدادم که هارش باشه. یعنی قشنگ بچه بفهمه که
دقیقاً حد و حدود نشون داده. دانش بهش نمیگه 3 روز توی کم ایناف، یعنی یه جای دیگه باید یه جوری رفتار کنی که مجبور بشه بس کنه و رفتار. برای ما نظراتتون رو بنویسین، کامنت بذارین. اگه از این داستانا دارین برامون بفرستین به آدرس ایمیلمون. بچه رو می‌تونین مخیای بفرستین. فامیلاتون رو برامون تعریف کنین. دقیقاً، یا توی اینستاگرام میتونیم بفرستیم. ما هویت شما رو فاش نمی کنیم، میایم اینجا میخونیم، دور هم سبزی پاک میکنیم. آره دیگه، نظر میدیم. همش هم نظر شخصی خودمونه. اینم باید بگیم که واقعا شاید نظر من با تو یا با شما خیلی فرق داشته باشه. آره دیگه، در کل این میکنیم. همش در کل. به نظر من خب خیلی مهمه که بچه ها هم به قول جناب چی به رسمیت شناخته بشن لحاظ فعالیتشون. یعنی چی؟ یعنی حداقل اون انرژی که دارن رو بذارن خالی کنن. چرا میخند؟ به من بگو این چرا میخند؟ چرا من هر موقع من نظر میدم این میخند؟ آقای فردوسی‌پور میخند. چرا چرا آقای فردوسی‌پور میخند؟ تا برنامه‌های بعدی شما رو به پریلونا میسپاریم. نه اصلا خوب نیست. خدا یار نگهدار شما. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، ما رو حمایت کنین. تو رو خدا